سلام، من علی پیروی هستم و امروز اومدم راجع به یکی از قطعات شرکت آتونیکس واسهتون صحبت کنم. میدونیم که آتونیکس یکی از قوی ترین شرکت های صنعت اتوماسیون هست که میاد ابزارهای مثل ترموکنترلر واسه ما تولید میکنه. یکی از سری تیکا هست که هم توانایی خروجی 4 تا 20 میلی آمپر داره، هم توانایی ورود سنسورهای آنالوگ و سنسورهای دمایی با هم داره. بریم بازش کنیم ببینیم چی داخلش هست، بعدش هم بررسیش کنیم و دیتاشو بخونیم و ببینیم چجوری میتونیم بهش اطلاعات بدیم و استفاده کنیم. زمانی که میخوایم قطعه‌ای رو انتخاب بکنیم همیشه باید بدونیم کجا چه اپلیکیشنی داریم و چه قطعه به دردش میخوره. الان این کد به اسم TICA 4S A2CN اینو میخوایم بررسیش کنیم و داخل کاتالوگ ببینیم به چه معنی است و اگر بتونین این کدخوانی رو درست یاد بگیرین همیشه میتونین بهترین قطعه رو هم به مشتری اوردر بدین یا اینکه واسه اپلیکیشن خودتون انتخابش کنین. مثلا اگر داخل این PDFی که میذارم واسهتون اینجا ببینین عدد TICA 4S به معنی تیکا که خب سریش هست، 4 به معنی 4 تا عدد نشون میده و S هم به معنی سایزش هست که 48 در 48 و اون بخشی که زده A2CN میریم بررسی. اگر نگاه کنین A به معنی این که 2 تا خروجی آلارم به ما میده و یه دونه خروجی قابل اندازه گیری که حالا داخل کاتالوگش اگه دقت کنیم نوشته یه RS 485 و 4 تا 20 میلی آمپر هست و اون عدد 2 که داخل این بخش هست به معنی چی هست؟ داره در واقع بهت میگه که من میتونم تغذیه‌مو از 24 ولت تا 48 ولت DC یا 24 ولت AC ازت بگیرم. حالا اگر 4 بود تغذیهش میشد کلا 220 AC. و اگر کلمه بعدی رو نگاه کنیم C هست. C به چه معنی؟ داره میگه current output دارم or SSR drive output selectable. میگه یا میتونم خروجی جریانی بهت میدم یا اینکه میتونم یه حالا خروجی SSR بهت بدم که میتونی انتخابش کنی. و اون N به معنی چی هست؟ نوشته select in case of standard control. اینم به معنی این که داره میگه من سری استاندارد هست. حالا اگر چون یه مدل دیگه هم داره برای هیتینگ و کولینگ هم استفاده، یعنی رلی اضافتری چیزی به شما میده و خب در کل این هست. بریم بخش بعدی. زمانی که میایم به قطعه برق میدیم اولین چیزی که اینجا واسه ما میرسه اوپن هست. اوپن به چه معنیه؟ به معنی اینکه هیچ سنسوری به این دستگاه ما وصل نیست و زمانی که وصل بشه تازه اینجا دما رو نشونده. اما یه تبصره داره که بعد از نصب این سنسور بهت میگن. خب میبینیم بعد از اینکه سنسور رو وصل کردیم ترموکنترل ما داره یه عدد 28 درجه رو به ما نشون میده. اما یه تبصره هست که بهت گفتم، این ترموکنترل توانایی خوندن متنوع ترین سنسورها داره، از ترموکوب و RTD گرفته انواعش تا ورودی آنالوگ ولتاژی جریانی رو میتونه بگیره. حالا ما الان اومدیم یک سنسور دما به این وصل کردیم که PT100 هست، PT100 سسی. میریم تنظیمش کنیم که این تازه بفهمه چه سنسوری بهش وصله و خطا نزنه. واسه این کار دکمه این مود رو نگه میداریم به مدت 3 ثانیه، وارد گروه پارامتری میشیم. داخل پارامتر 3 جایی هست که شما میتونی سنسور رو واسهش تعریف کنی. میبینیم که نوشته اینپوت ما در واقع YCAH به معنی سنسور ترموکوب مدل کا هست یا سری کا هست، در صورتی که ما اومدیم بهش PT100 وصل کردیم. این جدولش هم الان میذارم ببینی چه کار کردم، خیلی قشنگتر میتونی بفهمی چی هست و هر سنسور که میخوای واسهش تعریف کنی. ما الان سنسورمون سنسور PT100 هست. دست بالا رو میدیم برای اینکه به نتیجه برسیم. ببینیم که PT100 رو داره با JPTH نشون میده. میرسیم که به JPTH که JPTH این الان سنسور PT100 مونه. یه نکته JPTH و JPTL هم داره که دقتشون داخل اندازه گیریشونه. مثلا H
دید وسیع تری داره، مثلا 100 رو میگیره، اما JPTL مثلا 101 دهمه میگیره با دقت 1 دهمه، که حالا ما دهم برام مهم نیست و میذاریمش رو همون H. میبینیم که سنسور تنظیم شد و دمای ما از 27 درجه اومد روی چند؟ روی 24 درجه. تازه تشخیص داد که سنسور ما چی هست و دمای واقعی تازه داره به ما نشون میده. قابلیت بعدی که میخوام راجع به این ترمو کنترلر بهت بگم حالت آتو تیونینگ هست. آتو تیونینگ چیه؟ شنیدی میگن PID داخل سیستم هست، میاد همیشه سیستم رو پایدار نگه میداره که به اون ست پوینتی که ما میخوایم برسیم. این سیستم آتو تیونینگ داخل این میاد چه کار میکنه؟ میاد خودش ذرایع PID رو تنظیم میکنه. به چه شکل؟ فرض کن واسهش یک سیستم راه میندازی، بهش وصل میکنی همه چیزو، میاد تمام قدرت رو بهش میده، حالا چه هیتینگ چه کولینگ. ببینید تو چه مدت زمان گرم میشه و تو چه مدت زمان سرد میشه و بر اساس زمان و قدرتی که اون سیستم داره میاد این ذرایع رو تنظیم میکنه، همیشه ما نزدیک ست پوینت نگه میداره. الان من یه مثال واسط میزنم. فرض کن داخل دستگاه تزریق پلاستیک لول ماردون داریم دیگه. داخل لول ماردون پر پلاستیکه. اگر بیش از حد سرد بشه اون پلاستیک داخل لول ماردون سفت میشه و نمیتونه حرکت کنه. اگر هم بیش از حد گرم بشه انقدر آبکی میشه که شکل خروجی نمیتونن ازش درست استفاده کنن. بنابراین باید همیشه روی یک دمای ثابت تنظیم بشه و ازش بتونن استفاده کنن. حالا من میخوام اینو شبیه ساز کنم داخل یه نمونه کوچیکش، ببینید چه اتفاقی داره میفته و اون داخل در واقع لول ماردون اون المنت ها چجور عمل میکنن، اون سنسورهایی که دارن دما رو میسنجن چجوری عمل میکنن و کنترلر که داره اون PID رو تنظیم میکنه چجوری عمل میکنه. اپلیکیشنشو میبندم وسط رانش میکنم. ببین اومدم وسط یک لوپ شبیه ساز کردم شبیه دستگاه تزریق پلاستیک. به چه شکل؟ ببین SSR رو که داریم وصل میشه به المنت ها. به جای المنت اومدم از هویه استفاده کردم و یه دونه سیگنالم اینجا وسط گذاشتم که هر زمان SSR وصل شد بهت نشون بده و بدونی که وصل هست. سیستم به چه شکل هست؟ میخوایم تنظیمش کنیم رو سیستم PID و آتو تیونینگ رو فعال کنیم. خودش با استفاده از شرایط محیطی تشخیص بده که چه مقدار زمان دستگاه ما یا همون المنت ما روشن و چه مدت زمان خاموش و همیشه ست پوینت رو حفظ کنه. واسه این کار اولین کار میام ست پوینت رو تنظیم میکنم، میذارمش روی 100 درجه، اصلا میذارمش روی 150 درجه. اینو اوکیش میکنم. میبینیم که سیگنالش روشن. برای رسیدن به آتو تیونینگ میذاریم روی این، میریم داخل پارامتر 2 اوکی رو میزنیم، AT آفه، آنش میکنیم. میبینیم که چراغ AT روشن میشه. این به چه معنیه؟ در واقع چراغ آتو تیونینگ روشن شده. شروع میکنه به تست و تشخیص میده که چه مدت زمان سیستم اگر روشن باشه این گرم میشه و چه مدت زمان اگر خاموش باشه این در دمای مناسب میمونه. بذارید تستشو بکنید، نتیجه رو ببینیم، بعد ست پوینت رو واسمون تنظیم کنه.
دیدیم که نتیجه آتو تیونینگ ما چی شد. اومد دما رو قشنگ روی یک ست پوینت تنظیم کرد و الان همیشه دما ثابت هست. بذار من واسه یه توضیح ساده بدم ببینید دقیقا چه اتفاقی میفته. فرض کن یک دستگاه تزریق پلاستیک داریم، میاد با شرایط محیطی میخواد خودش رو تنظیم کنه. اول کار اومد حداکثر توان داد داخل المنت، دید توی چه بازه زمانی از اون دما به ست پوینت رسید و چقدر از ست پوینت بالاتره. برق رو قطع کرد، شروع کرد برگرده پایین. دید اگر برق قطع باشه با توجه به شرایط محیطی چقدر کاهش دما داریم. دوباره برق رو وصل کرد، دید میزان اختلاف ما نسبت به ست پوینت از زمانی که برق وصل میشه چقدر طول میشه که به ست پوینت برسه و چقدر ست پوینت رو رد میکنه دوباره، و همین کار رو دوباره ادامه داد. الان توی نمودار PID اگر نگاه کنی میبینی که عکسش رو وسط میزنم، یک نموداری است که این شکلیه و در نهایت به یک خط صاف میرسه. و الان میبینیم که با قطع و وصل کردن های مکرر به این نتیجه رسیده که اگر توی بازه زمانی مثلا 2 ثانیه وصل 2 ثانیه قطع و قدرتی که این داره و شرایط محیطی و دمایی که وجود داره، همیشه میتونه دما رو نسبت به ست پوینت ما حفظ کنه. میتونین چنل یوتیوب ما و پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنین، توش کلی آموزش‌های جدید قراره بذاریم و کلی از این قطعات ابزار اتوماسیون قرار صفر تست کنیم و تک تکش رو راهکار و استفادهش رو بهت بگم.